امنیتی کلان را ببین. شما احمد شمشک را جنایتکاری کلان گفته دستگیر کردید. من چیکار کردم که مرا دستگیر کرده گرفته آوردید؟ بچه من ای بالاتون در سود بین المللی شکایت میکنم. من شوکت به عقل در جای کار ما بسر مرا چه خیلی گم زدی سیازی میبرم در شما چون زدن نمیکتی یگان کس نمیشوست حیوان. فهمیدی لوینتا؟ این را در کدام کینو تماشا کردی؟ چی وای ما داری؟ ها؟ شرم نمیداری با در گردن من ریمین میبندی؟ ها؟ من به ترسگم به طرف میخوا وای من نکن لینجا تا تایه من نلازم گوشا پیش بدرو. مشکل لوینت به حرمتی نکن. شوکت برای که بطلیون فیرود میکنم. استغفر الله. شوکت قریب علوی چشم بگیرم اونی که نتونیست. یا با آخر میرسد. در کشتن تو هر کسی که به من خدمت کرد خدا از او راضی باشد. تشکر میگویم. من تو رو میکشم، بانو رو میگیرم. خطا پرامدم کو خیلی هوا کم تا تاریک بود. دوری بدم ایستادم. هیچ گم نداره این کرد با سلاح را بده بگویم. دوملوی دیوانه با من گفتم میگم پلیس های پلیسی حقیقی منم کمیسر کلمبویم. زود سلاحت را بده. زود من بگی این نولش کج بده. پشتره هش برویم. تو را دستگیر کردم. ای دوملوی دیوانه چی خبری کردی؟ به توبه پروردی. پیشخدمت ایسو پشتره راه کن. زود تو سرده تو جنایتکاری تو عقل داری نداری مرا کجا آوردی؟ لیو شوکت بی عقل؟ لیو خوب شد که با تو وا خوردم. من رو از دست این دیوانه خلاص کن. شوکت این چی حال است؟ این دوملوی دیوانه خودش رو پلیس کرده است. ما رو دستگیر کرده دستانم رو بسته به این دیوانه نیستم من پلیسی حقیقیم. آدم پراندی دستگیر کرده به اینجا آوردم. شهر را از جنایتکارها تازه میکنم. همون بکسور دیوانه نیستی که مطرب با بوشی زدیم. تو کیس تو چی دیو با پلیس خانه را آمدی؟ من پلیسی حقیقیم. این جنایتکار آدم پران این را دستگیر کنید. من بکساری دیوانه نیستم. بس دوملوی تو مورم شکستی؟ ای شوکت ای چی میگه؟ این من از کجا میدونم؟ به این دیوانه نگر لباسای پلیس پوشیده دستان ما رو بسته به اینجا آورد. جنایتکار هستین. این جنایتکار این رو دستگیر کنید. شادی چه مرا با دقت گوش کن. این دیوانه را در حال دستگیر کن و شوکت را نمک تو چی میگویی این رو ما پرونیم؟ البته میپرونیم برادر. اگر ما او رو نپرونیم اکای قانون ما رو میپروند. پرونم هیچ کم شد نمی نبید هفته همین بخدو بیزور کدن همی او اوی که بود تصمیم شوید. هر دویت همه چیزتون رو پرتاید. سلاحتون رو پرتاید. در این شهر همه جنایتکار را دستگیر نکنم. این شهر برای جنایت نیست. شکری خدا که تی دیوانه آمد. اگر پلیس می آمد ما چی کار میکردیم؟ من دیوانه نیستم. پلیسی حقیقیم. کمیسر کلمبویم. بچه بیا گمش کن. بیا به این کار نگیریم که هفته پیشتر هم بینیمون رو شکسته بود. راست میگوی برادرو. لیکن این دفعه ناموس نبرداشته است. تو میدونی که مرا نمک میگن. نمک دیوانه میگن. یک به یک بزنی. بیا نه تو برا بیا ایچه بیا نه گریز پیش بیا برادر چند نفر بودند؟ 21 24 25 27 39 السلام علیکم. و علیکم السلام. مرحمت پیشتره شرکی زدن. من هم بیاد دارم. باز کسی دیگر هم بود. پیشتره مرحمت آقای پلیس. اول شما داره؟ نه اول شما مرحمت کنید. شما قرارتر هستید. گذارید شیده تو باشه. گذار گفتم کو در این شهر همه جنایتکاران را دستگیر میکنم. حاضر چکار کنم؟ این ابلهان را به شعبه برده سپارم یک مالش دهند. ایوا اگر مادرش نوید چیکار میکنیم؟ تکرارا به یتیم خانه میسپاریم شیخا. بشخی؟ بله. من همینجا بمانم. من را به اونجا نفرستانید. خودت گفتی که مادرم من را از اینجا می آید میگیرد. میگیرد دخترم میگیرد. تو پروا نکن.
که پلیس بازی میکنیم شما گپ میزنید و تمام. گپ نمیزنم، بازی میکنیم. چی بازی کنیم؟ تو اسپک من میشبی. تمام دخترم، من اسپک تو میشوم. اسپک من چی شوم؟ تو باشی آدمی بد میشبی. یا خدایا من چرا آدمی بد میشدم؟ لیو آدمی بد شود؟ نمیشود. امکای پلیس آدمای بد نمیشود. راست میگه. تو آدمی بد هستی. من تو را دستگیر میکنم. کنی گریز؟ یا خدایا فهمیدم. تمام. کنی بیا میلش من تمام، آدمی بد من میشم. اسب میشم. کنی سوار شو. من به کدام طرف گریزم؟ این سو. خب کنی دستگیر کنید ببینیم کنی گریختم. کنی به اینجا گذر من تو را میشکنم. گردرا بشنج. راستیست. این دو جنایتکار را در جای حادثه قپیده اینجا آوردم. هیچ کس از من نجات نمییابد. این شهر را تازه میکنم. من پلیسی حقیقی ام. باز همون پلیس دیوانه است. خاموش دهانت را بشکنم. رفته کمیسر لیونت را چیزم. حاضر. ما رو از این دیوانه خلاص دیوانه گفتید؟ من پلیسی حقیقی ام. چی نشناختید؟ کنی دویدیم. پلیس دیوانه 2 نفر رو دستگیر کرده آورده است. چی؟ دنبالای دیوانه؟ بله سردارم. من چیکار کنم هنر؟ در اصل من چیکار میکنم؟ زهرا مرا دید. اگر با پلیس رود چی؟ نمیرود خاطر نشو. یزنش میشه آخر. یزنگی هم مونده است. این رامان من پگاه رفته باید دلی زهرا را یابم.